سلام ساناز خانم، چطوری؟ سلام آقا آرشا، شما چطوری؟ به تو جادم فاصل. ای وای ببخشید آقا آرشا شوخی میکنه. خوبم، ممنون به لطف شما. اومدیم میوه بخریم؟ نه، اومدیم میوه فروشی جوراب بخریم. مرگم، بچه هست دیگه، ببخشید. آره اومدیم هندونه بخریم. پس خیلی خوششانس هستین که الان منو ملاقات کردین. چطور مگه؟ آخه من متخصص هندونه های سرخ و شیرینم. آخه زحمتتون میشه. خواهش میکنم. این عالیه. آقا رضا همین رو براشون بکش. اگه خوبه چاقو بزن ببینم. آرشا جان بس کن دیگه. ببخشید. نه این فقط داره زر میزنه. وایسا اصلا قاچ کنه ببینین قرمزه یا نه. بله آقا رضا همین رو قاچش کن. تو هر 100 تا یه دونش اینجوری میشه. تو این نمیتونی گو بخوری، گو میخوری گو بخوری. ای شاخه پرگل قشنگم، چرا تو رو میبینم سرخ میشه رنگم.